یه ویدیو دیدم تو یوتیوب که داشت در مورد این صحبت میکرد که نوجوانا شکست رو تجربه نکردن، نمیتونن شما رو نصیحت کنن. و به خودم اینجوری بودم که واقعا این حرف اشتباهه. موضوع صحبتش یه چنل یوتیوب بود به اسم ویتو، احتمالا میشناسیدش، خیلی چنل موفقیه. و موضوع صحبتش با اون بود بیشتر. من قبلا هم همچین ویدیویی دیده بودم، داشت میگفتش که زیر 18 سال اصلا نمیتونی یوتیوب داشته باشی، نمیتونی آموزش بدی. بعدا خیلی همون میگیم که چرا نوجوانا همه افسردن، چرا انقدر خیلی افسردگی بالا رفته. وقتی که اجازه نمیدیم رشد کنن، وقتی اجازه نمیدیم که پیشرفت کنن، وقتی که هر کاری که میخوان انجام بدن بعدش میاد میگه که نه هنوز سنش خیلی کمه. مگه سنش کیه؟ چند سال بعد میگذره میگن نه دیگه خیلی دیر شد. احتمالاً بهترین موقعش همین الانه، همین 16 ساله، 15 ساله، 18 ساله. توی جامعه ما این افتادی که میگن که نوجوان فقط باید درس بخونه، کودک فقط باید درس بخونه، جوان باید درس بخونه، بره دانشگاه یه مدرک بگیره بشینه سر. مسیری که خودشون رفتن اشتباه بوده، پیشرفت نکردن، یه زندگی عادی بدون هیچ دستاندازی، همین رو هم دارن میگن که شما انجام بدید. اما نوجوان امروزی این کار انجام نمیده. نوجوان امروز همش تو فکرش اینه که میخواد ثروتمند شه، میخواد موفق بشه، میخواد فوتبالیست شه، والیبالیست شه، ساز بزنه. و چیزی که تو جامعه ما هست و میگن که نوجوان باید درس بخونه، نوجوان نمیتونه یوتیوب داشته باشه، براش سوده. میگن که براش سوده. چطوری میتونیم این طرز فکر غلط رو از جامعه برداریم؟ طرز فکر غلط، هر کسی که میگه که نوجوان نمیتونه از الان موفق شه، باید بیشتر یاد بگیره، باید بگم که ایده های نوجوانا خیلی بالاتر از یه فرد 30 سال است، یه فرد 40 ساله است. نه همشون، منظورم اینه که یه نوجوان میتونه اینجوری باشه. یه نوجوان میتونه ذهنش اونقدر بزرگ شده باشه که از اون 30 ساله، اون 40 ساله خیلی بالاتر باشه. آدم هایی رو من میشناسم که هنوز دارن مثل یه بچه 6 ساله فکر میکنن، مثل یه بچه 6 ساله نمیتونن فکر کنن. اون بیشتر نوجوانه امروز فکرشون خیلی قوی تر از این حرف هست، خیلی بهتر میتونن ایده بدن، بیشتر میتونن تجزیه و تحلیل کنن، چیزی که الان خیلی از بزرگسالا نمیتونن این کار انجام بدن. وقتی که به نوجوانا اهمیت ندید، همین میشه که برن سمت موبایل و وقت گذروندن و نهایتش هم میسوزن. میخوام این طرز فکر غلط رو بذارید کنار، با اون پدر و مادرها، با اون بزرگسالا این طرز فکر رو بذارید کنار و به این فکر باشید که نوجوان ها هم میتونن در مورد این صحبت کنن که چطوری میشه پیشرفت کرد. بحث بعدی که میخوام بکنم اینه که انسان ها موجودات محدودی نیستن. یعنی یه آدم میتونه توی دو رشته، 3 رشته و حتی بیشتر فعالیت کنه، موفق بشه. یه تکواندوکار بود به اسم مبینا نعمت‌زاده، همه میشناسنش، مدال برنز گرفته بود و گفتش که میخواد ادامه تحصیل بده و مورد تمسخر بقیه قرار گرفت و گفتش که مردم میگفتن که چرا میخوای درس بخونی و این باعث شدش که اینستاگرامشون هم ببنده. موضوعی که الان میخوام در موردش صحبت کنم اینه که میتونید شما خودتون رو به یک کار محدود نکنید. سعی کنید که تو چند حرفه فعالیت کنید. یه نوجوانی انسان، هر کس میتونه هم چنل یوتیوب داشته باشه، هم میتونه درس بخونه، هم میتونه به فوتبال ادامه بده. یه چیز غلطیه که دوباره این هم تو جامعهمون یه طرز فکر غلطه دوباره.
مثلا توی یه سری خانواده ها میگن که یکی میخواد فوتبالیست شه، این تو قدیم خیلی بیشتر بود ولی الان خیلی کمتر شده. یکی میخواد فوتبالیست بشه، میرسه مثلا به 16 سالگی 17 سالگی میگن که نه تو باید بشینی درس بخونی، فوتبال آینده نداره، نمیدونم بعد چند وقت میذارنت کنار، نمیتونی پیشرفت کنی یا هر تو رشته دیگه ای. الان تا حالا شده که خیلی از آدما رو میبینیم نشسته، رفتیم مهمونی، نشستن دارن صحبت میکنن، میان میگن که من بچه بودم من بهترین گلر بودم تو تیممون، بابام گفتش که نه تو باید درس بخونی، و وضعیتشون هم که میبینید. به نظر من هم درس بخونید، هم یه مهارت، هم یه کسب و کار، هر چیزی دنبال کنید، هم ورزشتون رو ادامه بدید، هر اون مهارتی که میخواید رو ادامه بدید. هیچ اشکالی نداره که شما توی 3 مهارت 4 مهارت پیشرفت کنید. همین نکته که میخواستم بگم در مورد این بود که خودتون رو محدود نکنید. این ویدیو برای هم پدر مادرها بود، هم بزرگسالای دیگه بود، هم در مورد نوجوانا بود. نتیجه گیری این ویدیو اینه که نوجوانا رو آزادتر بذارید، بیشتر بذارید که پیشرفت کنن. اگر از ایده هاشون استفاده بشه هم خودتون موفق تر میشید، هم اونا موفق تر میشن. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها نگاه کردید.